کسی که رای مرا گرفت من نمیفهمم کوچکی بود، وطنی بود، از کجا بود نبود، ولی من گفتم هزاره بود. آره هزاره خود ما بود. بجای از اینکه من مرا ملامت مونن که تو بد کده ای کار کده، تو بد کده ویدیو خود آورده در یوتیوب آپلود کده، برن لطفا دست یک فقیر بگیرن. درسته قبلا همچین کاری در کویت پاکستان نشده، لیکن فعلا ماحول خرابه، فعلا آدما گدوت شده، فعلا جامعه انمی کارمونه، فعلا فقیری زیاد شده. امروز که سر از من اتفاق افتاد، فردا ممکنه سر از تو گفته. تو نمیتونی جلوی یک نفر را بگیری، تو نمیتونی رای یک نفر را بگیری. همه مردم فکر میکنن که این کار علی هسته، علی زده سیدره، در صورت از که من که زنش هستم، من که خانومش هستم، من که شریک زندگیش هستم. دمی طول دمی دورانی که ما با هم بودیم حتی یک کلمه خراب از دانش نبرامده که مرا بگه، پس نیاز نیه که شما قضاوت بد در مورد علی کنین.